این بار اومدم با مژه گذاری چشم بسته. اول با ماژیک گوشه های خارجی چشم رو علامت گذاری میکنم. این کار به قرینه سازی چشم من کمک میکنه. سایز 14 رو از گوشه چشم شروع میکنم به نصب کردن، بعد سایز 12 رو نصب میکنم. همزمان کار کردن بین دوتا چشم باعث میشه که قرینه سازی من خیلی بهتر در بیاد. حالا سایز 10 رو نصب میکنم. به خاطر سنگین بودن مژه های دبلی که دارم استفاده میکنم تصمیم گرفتم تک لاین کار بکنم و همون موقع فیکسم رو انجام بدم و سایز 8 رو هم برای جلوی چشم نصب میکنم. با یک میکروبراش که آغشته به الکل یا تونر هستش ماژیک پشت چشم رو پاک میکنم. ما تا اینجا یک کاشت تک لاین داریم که خودش فوق العاده زیبا هستش و مورد پسند مشتریای عزیزمونه که اکثر از ما کاشت تک لاین میخوان، این رو بدونن که دوام ماندگاری زیادی نداره. دوست دارم گوشه‌های چشمش بیشتر کشیده بشه. سایز 14 رو یک دسته برای گوشه خارجی چشمش کار میکنم و فیکس نهایی رو برای هر دو تا چشم با پنسل تمیز انجام میدم و تمام.